من تو انگلیس یادمه شهروند انگلیسی برای دیدن BBC انگلیسی باید سالیانه اشتراک بده. بله. این سوال بزرگیه ها که چرا شهروند خودشون بابتش پول میگیرن ازش و برای ما رایگانه. اگر پول نده بعد اونجا اذیتش میکنن. انگلستان در 1296 با به راه انداختن یک قحطی مصنوعی با همکاری دربار 9 میلیون ایرانی رو به قتل میرسوند، یعنی نیمی از جمعیت ایران. چرا از این هولوکاست ایرانی هیچ کس حرفی نمیزنه؟ آقای کسری ناجی، آقای بهنود، آقایون و خانمایی که تو تلویزیون BBC کار میکنید، چرا هرگز راجع به این موضوع صحبت نمیکنید؟ چرا وراث عاملان قتل عام مردم ایران امروز در BBC مورد اعتماد شما قرار میگیرن؟ نگین مورد اعتماد ما نیستن. چرا؟ چون نگاهشون میکنید. شما نمیدونین پشت یک برنامه تلویزیونی در BBC چه کسانی نشستند و کلمه به کلمه این حرفی که گوینده توی BBC یا صدای آمریکا فرق نمیکنه. هیچ کدوم این واژه ها و این جمله های ایرانی نیست. جمله اون آدمایی است که اون پشت دیوار نشستن. شما میدونید مردم انگلیس اقتصادشون چجوریه؟ اون وقت با خودتون فکر نکردین چرا باید انگلستان 14 میلیون پوند در سال بده به BBC که بیاد برای من و تو تفسیر سیاسی بکنه؟